امروزها در اینستاگرام در تمام صفحه‌ها گویم با قبل تاپ رفت روزها گر رفت گو رواق نیست تو بیمانی آن که جز تو پاک نیست. امروز در تمام دنیا پهن گشته وای کرده ایستادن. محبت وقت خندانی، محبت نور چشمانی. در قرارگاه یونسکو میشنود، باز هم افتخارش فخرش زیادتر می شود. دوستان عزیز، شخصانی که بیکار هستند و در جستجوی کار هستند، خصوصا مادران و خواهران، این همین رقمایی که میبینین واتساپ مدینه بانو است. میخواین که در جای 6 تن کار بیاوین و در یک ماه از 100 تا 150 هزار روبل کار کنین. این همین رقمایی که هست خودی حاضر نویسین با مدینه بانو کارا میفهمونه، کار قین نیست. خودی که رجیسترات میشین با شما با 500 روبل توفه کرده میشه. سین سال فرق ندارد، فقط با شما چی در کار؟ یک تلفن، یک واتساپ، تمام. بسیاری میگن قینه خیلی آخره، نه نبرات. شما میتونین که همین خریدایی که ای مگزین میکنین از شرکت فابریک خریداری کنین و با شما بونوس ها جمع میشوند، در مدت کوتاه با معاش های بلند میرسین. این همین خودی حاضر رقمایی که در روی اکران دیدین، زنگ بزنین، خودتون رجیستر کنین، سوی 500 روبل شین. با یک جهان صمیمیت و عشق به شما سلام میگم دوستان عزیز، خوش آمدید به صفحه مهراب پرو. این یک برنامه نوبتی ما تقدیم شما است و ما امروز تصمیم گرفتیم راجع به یک سرودی که امروزها در اینستاگرام در تمام صفحه‌ها گویم با قبل تاپ رفت به شما معلومات دهیم که این سرودی سراینده مشهور و شهیر تاجیک نگینه امانقلووا است که همه ما آگاهی داریم. نگینه امانقلووا ختم کرده کالج طبی شهر پنجکند است. آوازخوان دانشجوی آموزشگاه طبی شهر پنجکند نگینه امانقلووا. محبت وقت خندانی، محبت نور چشمانی. با دستگیری و راهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امالی رحمان از شهر پنجکند به دوشنبه آورده شد و امروز یک سراینده سرشناس کشور به حساب می رود. هفته اخیر یک سرود از جانب نگینه امانقلووا در شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی اینستاگرام، تیک تاک، فیسبوک و دیگر شبکه‌ها دور میزند که واقعا هم دقت تمام فارسی زبانان روی دنیا را جلب کرده است که باید گفت این سرود هرچند کمی پیشتر در سال 2024 در ماه ایون ثبت شده است، در قرارگاه یونسکو بخشیده به 815 سالگی مولانا جلال‌الدین بلخی، ولی امروز گویم هفته اخیر با قول به تاپ رفت که این رو مردم اینستاگرام تاپ میگویند. خیلی ما رو به وجد آورد که ما به شما نوار کنیم، نوار پیشنهاد سازیم. روزها گر رفت گو رواق نیست تو بیمان ای آن که چون تو پاک نیست. هر کی جز ماهی ضیابش سیر شد، هر کی بیروزی است روزش دیر شد. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باشد و سلام. روزها گر رفت گو رواق نیست تو بیمانی آن که جز تو پاک نیست. هر کی جز ماهی ضیابش سیر شد، هر کی بیروزی است روزش دیر شد. و واقعا هم وقت شخص این مصرع‌ها رو باز از زبان نگینه امانقلووا چون یک سراینده شهیر تاجیک در قرارگاه یونسکو میشنود، باز هم افتخارش فخرش زیادتر می شود. چون کم دیدیم نفرانی را که از سرایندگان خود در قرارگاه یونسکو در سطح بین الملل برآمد کنند و معرفیگری صنعت و هنر ملت تاجیک باشند. جشن مولانا که در یونسکو در روزهای در خود همین سال جشن گرفته شد، امروز در تمام دنیا پهن گشته وای کرده ایستادن. زمزمه ایجادات مولانا. خیرت تو گفت برو راه نیست، رحمت تو گفت بیا هست، لطف تو دریا. واقعا هم خطا نمی کنیم در آخر بگویم که یگانه سراینده که توانست محض در دوران استقلالیت در برابر زنان سراینده نام ملت تاجیک را، فرهنگ ملت تاجیک را پاس دارد و در عرصه بین المللی بلند بردارد، بیشک این نگینه امانقلووا است. ما به نگینه امانقلووا در راه صنعت، بردباری و موفقیت را تمنا داریم.
اهل گروه مهراب پرو به شما در آخر خوشبختی، خوشروزگاری و سربلندی را تمنا داریم.